جامعه کشاورزی و نظام مالیاتی دولت سامانیان. کشاورزی اساس اقتصادی دولت سامانیان را تشکیل میداد. در آن زمان چنین نمودی زمین‌ها وجود داشتند: زمین‌های دولتی، زمین‌های ثروتمندان، زمین‌های ملکی و وقف. زمین‌های دولتی خیلی زیاد بودند که در آنها کشاورزان کشت و کار می‌کردند. زمین‌های کشاورزان نیز به حساب زمین‌های دولتی داخل می‌شد. زمین‌های دولتی و ملکی بیشتر به خاندان سامانی، روحانیان، سرکردگان حربی، تاجران تعلق داشتند. زمین‌های وقف به روحانیان با نفوذ، مدرسه و مسجدها، خانقاه‌ها و بیمارستان‌ها تعلق داشت. امام‌ها، شیخ‌ها و سیدزاده‌ها از انداز دولتی آزاد بودند. در عهد سامانیان در آسیای مرکزی دو نوع انعامات، طعمه و اقته موجود بود. طعمه انعام عمربادی بود. اقتدار باشد صاحب زمین انعامی حسابیده می شد. اقته در عصر 10 عهد سامانیان میراثی گردید. این گونه انعامات را امیران سامانی بیشتر به سرکردگان ترک می کردند که این خطای محض آنها بود. کار تا به جایی رسیده بود که اقتدار تا نصف حاصل کشاورز را همچون انداز از خود میکرد. این همه حال کشاورزان را روز تا روز بد میکرد. در عهد سامانیان زمین‌های وقف تا حد زیاد گردیدند که دیوان وقف آنها را نظارت میکرد. اندازهای معلوم در زمان سامانیان زکات، عشر و خراج به حساب می رفتند. حالتهایی می شد که از مردم در یک سال 2 مرتبه انداز می گرفتند. این گونه اندازگیری ها باعث سر زدن شورش ها در مملکت می گردید.